امروز میخوام بهتون بگم همیشه علاقه‌مندی باعث پیشرفت و حرکت ما نمیشه. گاهی یه حس هست به نام حس نفرت که اون باعث انگیزه در ما و حرکت و رو به جلو رفتن ما میشه. یه داستانی رو بذارین از خودم براتون تعریف بکنم. قبل از اینکه داستانو شروع کنم یه لایک خوشگل بهم بدین، ممنونتون میشم. خب حالا بریم داستانو ببینیم. خیلی سال پیش من یه استاد ادبیات داشتم که حالا نمیخوام ایشونو قضاوت بکنم یا اصلا اسمی از ایشون ببرم. من با ایشون مشکل داشتم. چرا مشکل داشتم؟ هر متن ادبی که می نوشتم، داستانی، شعری، هر چیزی که می نوشتم، ایشون به شدت نقد میکرد. نقد کردن خوبه، من با نقد کردن مشکل ندارم، ولی حس خوبی نمی گرفتم از نقداشون، از نظراتشون نسبت به خودم. احساس میکردم یه جاهایی خیلی بیجا منو نقد میکنن، روی یه حسای دیگه تحت تاثیر قرار میگیرن و منو نقد میکنن. یک بار هم منو تحسین نکردن. این باعث شدش که یه حس خوبی در من نسبت به ایشون ایجاد نشه. یه روز من بدونی که ایشون به من بگه، من از جایی مطلع شدم که استان یه فراخوان داده برای شرکت در داستان نویسی. من به ایشون گفتم، به این استاد گفتم و ایشون یه مقداری منمن کردن و اظهار بی اطلاعی کردن و اینا. تموم شد و رفت. من خودم پیشو گرفتم و ایشون اصلا مسئله رو باز نکردن برای من و تشویقی نکردن و یه جوری سعی کردن که قضیه رو ببندنش. من خودم پیگیری کردم، از استان پیگیری کردم، از اساتید دیگه پیگیری کردم و شرکت کردم در این فراخوان. و تمام مدتی که من تا متنمو بخوام بفرستم، این حسه که در رابطه با استادم داشتم تبدیل شدش به نفرت، تبدیل شدش و باعث شدش که من خیلی تلاش بکنم. انقدر نشستم نوشتم، کم خوابیدم، زود بیدار شدم، دیر خوابیدم، نوشتم، پاره کردم، هی کتاب خوندم، مطالعه کردم، مطالعه‌مو بیشتر کردم. اون حس نفرت در من باعث شدش که من بیشتر تلاش کنم، باعث شدش که من خودمو باور کنم، باعث شدش که به خودم بگم من حتما موفق میشم، من باید موفق بشم، من حتما موفق میشم و مقام میارم. و من این متن رو نوشتم و ارسال کردم و با باور اینکه من موفق میشم، حتما موفق میشم، نه اینکه امیدوارم موفق بشم. میدونستم که حتما مقام میارم و موفق میشم و مقام اول میارم. برای خودم تعیین کرده بودم که من مقام اول میارم. و بعد متوجه شدم که این استاد هم در این فراخوان شرکت کردن در این مسابقه و تعدادی دیگه از دانشجویان و دوستای عزیزم هم شرکت کرده بودن. این گذشت و روز اعلام نتیجه فرا رسید و در یک سالن اجتماعات در وزارت ارشاد که برگزار شده بود، همه ما دعوت شدیم و اسامی خونده شد و خوشبختانه من مقام اول رو در استان به دست آوردم و ایشون مقامی به دست نیاوردن. خب میخوام الان بهتون بگم که همه چی از ذهن ما شروع میشه، از باور ما شروع میشه و اون حس نفرتی که در من ایجاد شد که باعث شد من حرکت بکنم، خودم رو باور بکنم، اونم خیلی مهم بود. پس اول دوباره بهتون بگم، یادآوری بکنم، گاهی اوقات خوبه که حس نفرت داشته باشین. ببینین از وضعیت الان خودتون همین الان متنفر بشین، بگین این نه اینکه بشینید غر بزنید، بشینید تو خونه در حالت سکون بشینید غر بزنید، نه، متنفر بشید، راضی نباشید، ناراضی باشید تا بلند شید حرکت بکنید، تا برای به دست آوردن بجنگید، مبارزه بکنید. اینو من میخوام بهتون بگم. نمیخوام بگم بشینید غر بزنید، خدای نکرده برید به همسرتون، به خانومتون، به بچه‌تون، به پدرتون، به مادرتون. نه، نمیخوام اینو بهتون بگم. خودتون با خودتون بگید من راضی نیستم، من اینو میخوام، من بیشتر میخوام، من چیزای بزرگتری میخوام به دست بیارم و حرکت بکنید، نه بشینید غر بزنید. ببینید چند بار اینو تاکید میکنم، بهتون میگم. خب پس ببینید همه چی گفتم از ذهن شروع میشه.
این ذهن ماست. ذهن ما مثل یک صندوق میمونه، مثل یک کامپیوتر، مثل یک هارد میمونه، مثل یک جعبه میمونه که هر چیزی، اطلاعات و باورها و افکارهایی رو ما میتونیم ناخودآگاه درون ذهنمون بریزیم که اینا یا مثبت یا منفیه. اغلب ما افکار منفی، باورهای منفی رو در ذهنمون میریزیم و این باعث میشه که به ما آسیب بزنه، به ارتباطات اجتماعی ما، به عواطف ما، به مسائل مالی ما، میتونه به خود ما، به شخص خود ما، به روح و روانمون، جسممون میتونه آسیب بزنه. پس حواسمون جمع باشه. این ذهن ما باورهای ناخودآگاهی رو به ما منعکس میکنه. اینا ممکنه که در مورد این باشه که نه من نمیتونم، من شکست میخورم، من اصلا لایق ثروتمند شدن نیستم، من نمیتونم ثروتمند بشم، اصلا منو چه به این راه، به این مسیر، من نمیتونم، من موفق نمیشم. خیلی از اینجور جملات منفی، تأکیدی منفی که به خودمون در طول روز خیلی میگیم، در هر زمینه‌ای میگیم. حالا اینا از کجا ناشی میشه؟ اینا یا از کودکی ما ناشی میشه که معلمین، والدینمون، اطرافیانمون، همسایه ها، دوستا به ما گفتن نه تو اونقدری باهوش نیستی که بتونی این مسیر رو بری، تو انقدری توانایی نداری که بتونی این مسیر رو بری، یا تو یه دختری نمیتونی این کار پسرونه رو انجام بدی، این کار رو بکنی، یا نه تو یه پسری نمیشه، زشته، نباید این کار رو بکنی. و خیلی این باورایی که از بچگی برای ما ایجاد شده. و یا اینکه میتونه شکست هایی باشه که ما در طی سالهای گذشته حرکت هایی کردیم و شکست هایی که خوردیم، اینا همه باعث شده که ما بگیم که خب شکست خوردیم، نمیتونیم دیگه، نمیتونم شروع کنم، یه بار، دو بار، سه بار شکست خوردم، چقدر بلندشم بازم شکست میخورم. اینا همه عزیزای من، اینا همه اشتباهه. به خودتون بگید، خودتون رو باور داشته باشین، برای خودتون ارزش قائل بشین. بگین من شایستگی اینو دارم که موفق بشم، من شایستگی اینو دارم که ثروتمند بشم. جملات تأکیدی رو حتما بگید. اون شورت ویدیویی که من براتون گذاشتم و چند تا 5 تا جمله تأکیدی رو بهتون گفتم، برید نگاه بکنید حتما. بگید به خودتون نیرو بدین، به خودتون انرژی بدین، باورهای مثبت، افکار مثبت در ذهنتون ایجاد بکنید، منفی‌ها رو بریزید دور، از ذهنتون خارج بکنید، باورهای مثبت در ذهنتون بریزید، در هارد ذهنتون بریزید. از شکستاتون درس بگیرید، ببینید که نقطه ضعفتون در این شکست کجا بوده، نقطه قوتاتون کجا هستش. اینا رو قشنگ بشینید تجزیه تحلیل بکنید. هر شکست رو با شکستی که میخورید به همین راحتی از شکست کنار نکشید، نشینید، بشینید برای خودتون تجزیه تحلیل بکنید. ببینید که این شکستی که من خوردم ضعفم کجا بوده، قوتم کجا بوده، درس بگیرید ازش، تجربه کنید. اینو من بارها در ویدیوهای قبلی هم دیدم. اگر برید اون ویدیوها رو نگاه بکنید مفصل‌تر صحبت کردم، ممنونتون میشم. ببینید در مورد شکست من یک داستان دیگه براتون تعریف بکنم. جی.کی رولینگ، نویسنده داستان و فیلم هری پاتر، حتما همتون دیدید یا بچه هاتون دیدید حتما اینو. نمیخوام از ابتدای داستان این خانم نویسنده شروع کنم، از جایی شروع میکنم که ایشون یه ازدواج ناموفق داشته و فرزندش رو خودش به سرپرستی قبول کرده. ایشون انقدر تحت فشار مالی بوده و انقدر توان مالی کمی داشته که حتی سیستم گرمایشی تو خونش نداشته. یعنی خودش اعتراف میکنه، میگه من یه جورایی مثل کارتون خواب بودم، هیچ فرقی با یه کارتون خواب نداشتم. و از بچگی ایشون خیلی دوست داشته نویسنده بشه و از کودکی برای خودش داستان می نوشته، داستانهای کوتاه می نوشته. بزرگ شده، ازدواج کرده و این آرزو تو ذهنش بوده و می نوشته. اما وقتی که جدا شد، وقتی که بچهش همراه خودش بود، این بیشتر درش بارور شد، تقویت شد و دید هیچ شانسی نداره، هیچ چیزی نداره، باید بچسبه به همون رویاش، باید بچسبه به همون علاقش و از این زندگی و شرایط متنفر بود، راضی نبود. چیکار میکردین؟ این برای این که بتونه در خودش اون نیرو رو، انگیزه رو رشد بده،
و بچه کوچیکم داشته، میومده توی کافه میشسته که اونجا هم بچهش گرم بشه به خواب بره و هم خودش گرم بشه بتونه بنویسه. میاد توی کافه 1 سال میاد تو اون کافه، بچهشو توی کالسکه تو گرما میخوابونه و خودش شروع میکنه به نوشتن و میشه خالق داستان هری پاتر که میدونید الان جزء یکی از ثروتمندترین نویسنده های جهانه و خودش میگه که من هر جا میرفتم وقتی که داستانمو نوشتم، هر ناشری که میرفتم، پیش هر نویسنده‌ای که میرفتم، دست رد به سینه من میزدن و قبول نمیکردن که داستان منو حتی بخونن، چه برسه به اینکه چاپ بکنم. و ایشون اصلا تو این فکر نبود که بخواد داستانش رو تبدیل به فیلم بکنه، داستانش فیلم بشه. فقط میخواست که کتابش در یه حالا نسخه محدودی چاپ بشه تا یه پولی در بیاره، تا بتونه زندگی روزمره‌شو بگذرونه، یه خونه بگیره و بچه‌شو بتونه بزرگ بکنه. و خودش میگه که من با خودم گفتم به تمام ناشرین، به تمام نویسنده ها سر میزنم و میرم داستانمو میدم. اگر تمام اینا دست رد به سینه من زدن و دیگه ناشری نموند، اون موقع دوباره یه نقشه دیگه میکشم، یه مسیر دیگه ای رو میرم. پس ببینید این حاضر نشد که یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا 12 تا دست رد به سینه زدن، این قبول نکرد شکستو. پس عزیزای من اصلاً با 1 شکست، با 2 شکست نشینید، زمین نخورید، بلند شید، تجربه کسب کنید، شکستاتون رو تجزیه تحلیل بکنید، برای خودتون ارزش قائل بشید، بگید من ارزشمندم، من شایستگی دارم، من لیاقت دارم. و گاهی لازمه که ما توهم بزنیم توی زندگیمون. چیکار کنیم؟ توهم بزنیم که آره من این توانایی رو دارم که این کار رو حتما انجام بدم، من این توانایی رو دارم که به همچین پیشرفتی، به همچین ثروتی برسم. ببینید خود من الان یه مثال در مورد خودم دوباره براتون بزنم. خب الان اول از همه الان اینجا ازتون یه سوال بپرسم، آیا خب برای خود شما پیش اومده که یه حس نفرت در شما ایجاد بشه و این حس نفرت باعث بشه که شما یه قدم به جلو بردارید و پیشرفت بکنید، حرکت بکنید؟ حس نفرت باعث پیشرفت شما شده؟ این برای شما پیش اومده یا خیر؟ حتما برام کامنت بکنید. دوست دارم بدونم که همینطور که برای من پیش اومده، آیا کسایی هم هستن که این حس که در من ایجاد شده برای اونام ایجاد شده باشه یا نه؟ ممنونتون میشم. خب برگردیم به اون چیزی که میخواستم براتون تعریف کنم. ببینید من میخوام یک اندام خیلی جذاب و خاصی برای خودم ایجاد بکنم، باشگاه برم، با دستگاه‌های خیلی سنگین کار بکنم. خب یکی به من میگه که خب در توان تو دیگه الان نیست، تو نمیتونی. ولی من به خودم میگم که نه، اون باوره رو در ذهنم ایجاد میکنم، تقویت میکنم و توهم میزنم برای خودم. میگم چرا من میتونم، من میرم انجام میدم، یواش 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 از آروم شروع میکنم تا به وزنه‌های سنگین برسم و من به اون بدن ایدئالی که توی ذهن خودمه حتما میرسم. خب تلاش میکنم و این باوری که برای خودم تلاش کردم و دیگران میگن که نه اشتباه میکنی، فکر میکنی، من مطمئنم که من به اون اندام خاص و ایدئال خودم میرسم. پس بیشتر تلاش میکنم. حتی وقتایی که باشگاه ندارم میرم خیابون، میرم لب دریا، میرم تو کوچه های خلوت، محله های خلوت میدوام، توی خونه تمرین میکنم. پس بیشتر تلاش میکنم که چی؟ هم به اون قولی که به خودم دادم، به قول خودم برسم و هم به کسایی که به من گفتن نمیتونی ثابت بکنم. یه جورایی خودم رو میندازم رو دنده لج و لجبازی با خودم که هم به خودم نشون بدم، ثابت بکنم و هم به اونایی که به من گفتن نه نمیتونی نشون بدم، بگم دیدید من تونستم، رسیدم به اون مرحله. حالا ممکنه ورزش نباشه، هر چیز دیگه باشه، نمیدونم کسب و کار توی رشته‌ای باشه، نقاشی باشه، موسیقی باشه، هر چیزی ممکنه باشه. من خودم
اینو برای شما مثال زدم. ولی اما یکی که خب شرایط بدنیش سنیش از من خیلی بهتره، خب میره باشگاه اسمشو میرسه و همه بهش میگن، از مربی، از اطرافیان و خودش میگه آره من سنم کمتره، توانایی بدنیم بیشتره و من میتونم به اون اندام ایدئال برسم و خب میرسه با هفته 3 بار ورزش کردن و هر جلسه 2 ساعت ورزش کردن میرسه و از باشگاه که میاد بیرون تمام میشه تا جلسه بعد. خب این یه روتین منظم و ثابت شده ای رو داره میره و فرق داره با من. پس عزیزان من، خودتون رو باور داشته باشین، ذهنیتتون رو پرورش بدین، باورهای مثبت رو وارد ذهنتون بکنید، باورهای منفی رو دور بکنین از خودتون، برای خودتون ارزش قائل بشین. شما آدم ارزشمندی هستید، شما شایستگی اینو دارید که به موفقیت‌های بالا برسید، به ثروت زیاد برسید. این شایستگی رو دارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من باشید. ممنونم از حمایتتون. تا وقتی دیگه.